بله مادر جان. همش خوب بنوید نقص. معلمای مهربون همیشه با کار اندرمان. در مکتب کارهاش را به انجام نمیرساند، باز در خانه. بله. خوب مادر جان، انتظارم شما را. مایلش. ها زنک؟ چی گیره داری؟ میدونی چی؟ دیروز به شاگردانم وظیفه خانگی داده بودم. انشای آزادگی شدن میخواهم. بنیوید خوب. تو برای چی گیره میکنی؟ انشای آخرین مرا گیریاند. خوب. چی نوشته است؟ گوش کن برایت میخوانم. پدر و مادرم تلفن‌های دستی‌شان را بسیار دوست می‌دارند. بسیار. آنها تلفن‌های خود را احتیاط می‌کنند. به حد به آن بند می‌شوند که بعضاً مرا هم فراموش می‌سازند. پدرم از کار به فرح و شالپر می‌آید. گپش نمی‌فورد. برای تلفنش وقت می‌یابد، اما برای من نه. در خانه کاری مهم هم داشته باشد، اگر تلفنش زنگ زند همانا به زنگ تلفنش جواب می‌دهد، اما به سوال‌های من نه، حتی اگر گریه کنم هم. پدرم با تلفنش دائم بازی می‌کند، اما با من نه. وقتی که آنها در تلفن با نفری گپ زده ایستاده باشند هیچگاه به گپی من گوش نمی‌دهند، حتی اگر یگان گپی مهم هم گفته ایستاده باشند. برای همین من میخواهم که تلفن شوم. این را کی نوشته است؟ پسر خودمو. муҳаббат ва оиларо набояд қурбони амали беҳуда кард. онче ки маҳсули эҷоди мост набояд моро идора кунад. муҳаббати фарзандро бо чӣ метавон баробар кард? амали волидон барои фарзандон намуна бувад. ҳар коре ки ба анҷом мерасонӣ фарзандон низ такрор хоҳанд кард. ҳар чӣ коштӣ ҳамон медаравӣ. ту чӣ андеша дорӣ? ба дигарон низ бифирист.